کارمندی که صبح که میام تا ساعت 10 صبح مراسم صبحونه خوردنم طول میکشه. تو محل کارم بوی خیار و گوجه میپیچه. بعد بین ساعت 10 تا 12 اگر سیستم قطع نباشه شاید کار چند تا ارباب رجوع رو راه بندازم. بعد هنوز یه ساعت به اذان مونده بلند میشم، آستینا رو میزنم بالا و میرم وضو میگیرم تا به مقدمات نماز اول وقت برسم. نمازی که فقط تو اداره اول وقت میخونم و شاید بیرون اداره اصلا نماز نخونم به خاطر اینکه مسئولم داره منو میبینه. و بعد میرم نمازخونه، اونجا دفن میشم، اصلا بر نمیگردم. بعد دیگه بوی غذاست که فقط تو محل کارم میپیچه. چرا؟ چون باید نهار بخورم و بعد از نهارم باز کار ارباب رجوع رو انجام نمیدم و میتونم برم از سرویس جانمونم و همین حقوقی که سر ماه میگیرم با کلی اضافه کاری که برای خودم رد میکنم میبرم پولشو میذارم سر سفره زن و بچم و خدا میدونه که اون بچه در آینده چی عذاب در میاد. منم دزدم. قبول باشه.